و قل للمؤمنات. چه زیبا خداوند بیان میکنه، به پیامبرش میگه به بندگان خالص من، به اون زنهایی که پذیرفتن که بنده خالص من باشن، مؤمنن و من درجه ایمان بهشون دادم، به اونها بگو که چشمهاشون را پایین بندازن اگر احساس فتنه کردن و یحفظن فروجهن و شرمگاهشان را حفظ فرمایند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینتهای خدادادیشون را برملا نکنن، آشکار نکنن، نمایان نکنن، مگر اون زینتهایی که هیچ راهی نیست و خدا اجازه داده که اون آشکار بشه، که صورت هست و دو کف دست، صورت بدون آرایش، خدادادی و دو کف دست. اما اینکه گریبانشان یا یقشون باز باشد، یا آستینشون کوتاه باشد، یا از پایین لباسشون کوتاه باشد، یا تنگ و فشرده باشد، یا چادر نداشته باشند، یا لباسی باشد که رنگهای جذاب و خیره کننده داشته باشد، یا طلا و زیورالاتی که به خودشون میگیرن، یا آرایشی که میکنن بعد میان بیرون. پناه به خدا اینها زینت‌هایی هست که باید پوشانده بشود و فقط برای مردی که خدا براشون حلال کرده، دور از چشم فرزندان حتی در اتاق خواب، فقط چه این زینت‌ها را آشکار بکند تا مردش را به سوی خودش جذب کند و مردش را به عفت برساند، که این مرد از نگاه به محاسن زیبای خدادادی و اکتسابی همسرش از نگاه به نامحرم در امان باشد. ولی امروز زینت‌های زن برای کوچه و عروسی و جلسه و جشن و شادی و بازار و بیرون رفتن است و حالت طبیعی خودش برای مردش در نتیجه مردش را وادار می‌کند که چشم چران باشه، چون به عفت نمی‌رسد. و خداوند و فرشتگان خدا چنین زنی را که سبب می‌شود مردش به عفت نرسد در تقصیر و کوتاهیش، هر شب و هر صبح نفرین و لعنت می‌کند. بعد میگه که ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، به زنهای مسلمان، به زنهای مؤمن بگو که روسری‌هاشان را بندازن بر گریبانشون، بر یقه‌هاشون، تا سینه‌هاشون و یقه‌هاشون را بپوشاند و گشاد باشد، نه تنگ فشرده که برآمدگی سینه رو نمایان بکنه، یا نازک که درست روسری انداخته رو سینه‌اش و رو یقه‌اش، اما اونقدر نازکه که طرف مقابل حریص‌تر می‌شود که ببیند اون روسری نازک و خیره می‌شود که اون چیزی که از زیر اون روسری و خمر، که اصطلاح قرآنی خمر هست، تماشا کند. اما آیه بعدی درباره امر خداوند به حجاب، خداوند می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. آیه 33 سوره احزاب، خداوند می‌فرماید در خانه‌هاتون بنشینید و از خانه‌ها به غیر ضرورت بیرون نروید، از خانه‌ها به غیر ضرورت بیرون نروید و عادات جاهلیت عرب قبل از اسلام رو به خود پیدا نکنید که زنها برای نشون دادن محاسن و مفاتنشون و زینتشون بدون اینکه کاری داشته باشن، ضروریت ایجاد بکنه، میرفتن به میدان میادینی که مردا بودن برای اختلاط، برای فتنه و فساد، برای تحریک مسائل جنسی مردا و برای انجام اعمال غیر شرعی. خداوند میگه وقرن فی بیوتکن، استقرار پیدا بکنید در خانه هاتون